روزی یه مار داشت از یه انبار ابزار عبور می کرد که یهو به یه اره که روی زمین بود برخورد کرد و زخمی شد. مار خیال کرد اره بهش حمله کرده، واسه همین برگشت و گازش گرفت و با این کار خودشو بیشتر زخمی کرد. مار که از عصبانیت کور شده بود به قصد انتقام شروع کرد به پیچیدن به دور اره تا خفش کنه. مار اونقدر ادامه داد تا خودش تیکه و پاره شد و در نهایت مرد. اگه فقط اون زخم و نادیده می گرفت و رد می شد زنده می موند. وقتی با خشم جواب کسی رو میدیم که به همون بدی کرده، داریم بیشتر از هر کسی به خودمون آسیب میزنیم. تو زندگی بعضی حرفا و رفتارای آدما رو باید فراموش کرد، چون تلاش برای انتقام گرفتن ممکنه یه زخمی بزنه که دیگه نشه درستش کرد. آدمایی که بهت بدی کردن رو ببخش و با این کار قدرتشون رو ازشون بگیر.